به نام خدا. نمایش شنیداری قصه ماه پیشونی. در راه تهیه کننده و کارگردان سید محمد طاهری راد. نویسنده میترا بیات. با هنرمندی بهزاد خداویسی در نقش تک‌سوار، فرج الله گلسفیدی در نقش داعی کاکا، سپیده پهلوانزاده در نقش زن آقا، حسن علی کرمی در نقش دیو سیاه، کیاوش زارع طلب در نقش قصه‌گوی نقال، عباس بابایی در نقش گاو و جارچی، مرجان بهرامی در نقش خاتون زن همسایه، داوود سلیمانی در نقش شاهزاده، ساحل صفا در نقش پیرزن و شانه به سر، محبوبه تفضلی در نقش قصه‌گوی شاعر، نرگس زارع در نقش دیو سپید و دختر همسایه، رامین مراغی در نقش آسیابان، حسین میلانی در نقش داروغه، مهدیه جلنبادانی در نقش ثریا، محمد علی پویا در نقش خروس، سمیه مهدیپور در نقش پری و دختر همسایه، مهسا مظاهری در نقش دختر همسایه، راحله دلفانی در نقش دختر همسایه و شیرین امیری در نقش سارا، نگین طاهری راد در نقش کبوتر.